زوده تاجیکستان دولت قربانوف را که همگی 20 سال داشت روز 12 فوریه سال 2024 در شهر اریول روسیه در قبرستان نوگورسکوی به خاک سپاریدند. در این باره پایگاه محلی اریولگراد خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه دولت قربانوف از ازبک‌های تاجیکستان بوده 8 سپتامبر سال 2023 در شهرک شهیدان نویه اشت به دنیا آمده است. او سال 2021 مکتب میانه را ختم کرده به یک کالج در شهر اریول داخل شد، ولی به گفته نزدیکانش از بس که از خردی آرزوی سرباز شدنش را داشت کالج را ختم کرده به خدمت حربی رفت. 8 دکبر سال 2023 دولت قربانوف به جنگ ضد اوکراین فرستادند، ولی او همگی یک ماه جنگ کرد. در نمایندگی محلی انجمن ازبک‌ها و ازبک زبان‌های روسیه به اریولگراد خبر دادند که بعد یک ماه در نتیجه حمله هواپیمای بسترنشین ارتش اوکراین دولت قربانوف جون خود را از دست داد. تفصیلات دیگری چگونه و در کجای اوکراین کشته شدن این جوان معلوم نیست. در جمعیت ازبک‌های اریول گفتند که او شهید شد، ولی در تاجیکستان فکر و عقیده ها درباره اشتراک زادگان این کشور در جنگ روسیه به ضد اوکراین یکسان نیست. برخی بر اینند که تاجیکستانی ها باید به شریک استراتژی کشور خود روسیه در این جنگ کمک کنند و با این را برای به 1 میلیون تاجیک جای کار دادنش به روسیه اظهار سپاس کنند. ولی دیگران جنگ روسیه به ضد اوکراین را یک جنگ ناعادلانه و برای تاجیکستان یک جنگ بیگانه مینامند و اشتراک زادگان تاجیکستان در این جنگ و خود را قربان کردن آنها را بی‌معنی می‌شمارند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزنبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 2 سال جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف نزدیک 200,000 نفر کشته، تقریبا 5 میلیون آدم زخمی و 10 میلیون اوکراینی گریز شدند.